الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد. از ما سوال شده است که کسی که سحر و جادو شده است بعضی از عضو بدنش درد میکند به مانند درد سر و غیره، به ما از قرآن و سنت بیان بکنید که چگونه از همین سحر و جادو انسان نجات بیابد. بارک الله فیکم. البته سحر حقیقت دارد. سحر و جادو این خیال نیست. بعضی از مذهب‌های باطل هستند که حقیقت سحر را رد میکنند، به مانند تصوف و حتی رافضه و غیره. بلکه سحر حقیقت دارد، خیال نیست و به انسان تاثیر میکند. یعنی وقتی که سحر میکند کسی را، انسان مسحور یعنی سحر شده در حقیقت به علام گرفتار میشه و چگونه که سنت صحیح به این دلالت میکند که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را سحر کردند و رسول الله در حقیقت به واسطه این سحر معثور شدند، یعنی تاثیر گذاشته شدند، مسحور شدند. اما باید دانیم که سحر رسول الله به دین هیچ تعلقی نداشت. در غیر دین سحر تاثیر میکرد به رسول الله، اما در دین تاثیر نمیکرد. چرا که الله میگه ان نحن نزلنا الیک الذکر ان نحن نزلنا الذکر و ان له لحفیظون. ما ذکر را، قرآن را نازل کردیم، دین را نازل کردیم و ما خودمون حفظ میکنیم. البته رسول اکرم صلی الله علیه و آله خیلی که روایت صحیح از عایشه و غیر زنهای رسول اکرم صلی الله علیه و آله روایت شده است، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بعضی چیز رو میخوردند فراموش میکردند که آیا خوردن یا نخوردن. یک سخن رو میگفتند فراموش میکردند که گفتن یا نگفتند، اما در غیر دین در مسائل دنیوی بود. پس در این حالت جبرئیل علیه السلام از جانب الله سبحانه و تعالی آمدند و دو سوره را موعظتین یعنی قل اعوذ برب الفلق و قل اعوذ برب الناس را بر رسول الله صلی الله علیه و سلم تلاوت نمودند و در حالت تلاوت جبرئیل و رسول الله صلی الله علیه و سلم هر یک این گرهی که 11 گره بود گشوده شد. این 11 گرهی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را کرده بودند در هر یک گرهش عقده یعنی گره کرده بودند، با این 11 آیه که قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس بود گشوده شد. پس بارک الله فیکم. از نظر سنت صحیح چگونه انسان مسحور خود را شفا بدهد؟ البته اولین اعتقاد انسانی که سحر شده است یا گمان میکند که سحر شده است اعتقاد بکند و این اولین قدم است و اولین چیز ضروری است که شفا دهنده الله است. چخیلی که الله میگه و این یمسسک الله بضر فلا کاشف له الا هو. اگر الله به تو یک ضرر و کسلی را نصیب کرد هیچ کشف کننده نجات دهنده نیست غیر از الله، غیر از خودش. پس اعتقاد باید بر این باشد که الله خودش نافع الضار است، الله منفعت دهنده و الله خودش ضرر رساننده است و از الله باید طلب نماید. اولین قدم که از الله طلب نماید که الله سبحانه و تعالی خودش شفا بدهد و از غیر الله طلب شفا کردن باید داند که این شرک است و کفر است و این باطل است. بارک الله فیکم. و بعد از این الله سبحانه و تعالی میگوید که این یعنی معنایت همین است که و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین. ما قرآن را نازل کردیم و نازل کردیم من القرآن از قرآن ما هو شفاء، اون چیزی که شفا برای مؤمنان است و رحمت برای مؤمنان است. یعنی بعضی از آیات قرآن این شفا هست. پس دومین عملی که انسان مسحور باید بکند این ختم قرآن است. قرآن را از اول تا آخرش تلاوت بکند گشته و برگشته تلاوت بکند درست و صحیح و ختم قرآن را زیاد بکند تا درست شدن و بعد از درست شدن هم و البته به ذکر الله مشغول باشد. و سومین چیزی که ضرور است این نماز را در وقتش خواندن است. نمازهای 5 وقته را در وقتش خواندن که به نهایت جن را و چیزهایی که تعلق به شیطان دارد چشم را از انسان نابود میکند. البته خود شفا، خود نماز این شفا است. و با طهارت بودن، همیشه با طهارت بودن و در حالتهای به خانه در آمدن بسم الله گفتن، از خانه برآمدن بسم الله توکلت علی الله گفتن و به حاجت خانه با ذکرش رو پیش از این که به حاجت خانه دارد ذکرش رو کردن اللهم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث گفتن و
به درونه که حمامی که انسان دوش میکند، در جایی که غسل میکند به همجا پیشاب نکردن و تنها در یک خانه زندگی نکردن و پیش از خواب رفتن دعاهای خوب را خواندن به مانند آیت الکرسی، به مانند آخر سوره بقره و سه قل سوره اخلاص و موعظتین را خواندن. این عمل ها سبب می شود که البته از سحر ان شاء الله بنده نجات یابد و البته به خواست الله است. این همه چیزها سبب است. الله هیچ کسلی را نداد مگر اینکه برای شفای را داد. ما جعل الله داء الا جعل له شفاء. رسول اکرم صلی الله علیه و آله میگن الله یگان کسلی نداد مگر اینکه برای شفای هست. و این چنین هر روز صباحی 7 خرما خوردن، 7 تمر خشک خوردن و این چنین از روغن زیت زیتون استفاده بردن و این چنین حجامه گرفتن و از هم اساسش توحید را آموختن، موحد شدن، ان شاء الله بنده را از سحر و جادو و از چشم و دیگر اینس و جن نجات میدهد. بارک الله فیکم. البته همش به اذن الله سبحانه و تعالی.